سلام رفقای عزیز، حالتون چطوره؟ من باندر هستم و خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. بچه‌ها داخل این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم که چطوری اسالت نایف رو به صورت رایگان بگیرید. یکی از خفن ترین نایف‌های گیمه. پس لایک ویدیو و ساب چنل یاد نره، بزن بریم سراغ آموزش. بچه‌ها اون بالا نوشته رنگ، رو اون گزینه میزنید. اون بالا یه کادر زردیه روش نوشته اسوان، اونو میزنید. سه تا گزینه میاد سمت راستی رو میزنید. یه همچین بخشی براتون باز میشه. حالا ما کار داریم به اونجا نشه 2023 S2. اون قسمت که کلیک کنید چند تا سیزن مختلف میاد، مال سالهای مختلف 2021 2022 همه اینا میاد. ما با 2022 کار داریم. 2022 سیزن 3 رو انتخاب میکنید و میتونید اسالت نایف رو بگیرید. حالا ولی چطوری؟ شما نیاز دارین به یه سری از توکن ها، الان بتونم نشون میدم. به یه سری توکن برای گرفتن اینا نیاز داریم. حالا چجوری اون توکن ها رو به دست بیاریم؟ خیلی ساده، با پلی دادن بتل یا مولتی. اما یه نکته خیلی مهمی داره که حتما باید توجه کنید. برای گرفتن اون توکن ها حتما باید رنکتون لجند باشه. یعنی مثلا اگه بتل پلی بتلتون حتما باید لجند باشه تا اون توکن ها رو بهتون بده. به همین سادگی میتونید اسالت نایف، یکی از خفن ترین نایف های گیم رو بگیرید. یه نکته ریزم بهتون بگم رفقا، وقتی انتخاب میکنید کدوم راهو میخواین برین، تا 30 روز دیگه نمیتونید عوضش کنید. اگه این آموزش براتون مفید بود خوشحال میشم این ویدیو رو لایک کنید و دکمه جوین شدن چنل رو بزنید. تا ویدیو بعدی، فعلا خدا نگهدار.